عرض سلام و شادباش دارم خدمت تمام کسانی که دارن صدای منو میشنون و امیدوارم مبحثی که ارائه میدم کنجکاوی شما را بر بیانگیزه. موضوعی که میخوام بهش بپردازم این هست که چطور فرهنگ ایرانی همزمان از ما نقش قربانی و نقش جلاد ساخت و این نکته را یادآوری کنم. مطلبی که الان میخوام ارائه بدم نه پادکسته، به همین خاطر معمولا توپخ و یه جورای فاصله بینش زیاده و نه نوشته ای باشه که از روی کتابی چیزی بخونم، بلکه مطلبی هست که تصویر من از جامعه ایران هست و میخوام با شما در میان بذارم. برگردیم به موضوع خودمون و آن این که چطور جامعه ایرانی، یا بهتره بگم فرهنگ جامعه ایرانی، چطور همزمان از همه ما نقش جلاد و نقش قربانی ساخت. به معنای دیگه چه چیزی در فرهنگ ایرانی منحصر به فرده که ما نمیتونیم ارتباط مساوی با هم دیگه بگیریم و خشونتی که وجود داره در قالب واژگان دیگه، در قالب رسومات دیگه خودشو پنهان میکنه. برای این کار نخست ما باید هم خشونت رو تعریف کنیم هم فرهنگ. من از خشونت یک تعریف پدیدار شناختی دارم و تعریفی که ارائه میدم تعریف مختص خودم نیست، بلکه از کتاب ها و نوشته هایی که دیگر متفکران نوشتن استفاده میکنم. خشونت معنای خیلی سادهش برای من این هست که هستی من هستی دیگری را زایل کنه. حالا میتونه در سطح فردی باشه، میتونه در سطح کلکتیو باشه. در سطح فردی نمونه خیلی سادهش فرهنگ خودمونه، رابطه بین زن و مرد. زن به محض این که میخواد با مرد ازدواج کنه وارد نوعی رابطه با مرد میشه که در آن مرد میتونه با استفاده از اهرم قانون، فرهنگ و تصویری که وجود داره از زن و مرد در جامعه زن را کنترل کنه، یعنی زن را در مرتبه پایین تر از خودش قرار بده و فرهنگ ما اینو یه جورای خشونت نمیبینه. در سطح کلکتیو خیلی بزرگش که احتمالا همه شما تصویری از اون به یادگار دارین، انقلاب نظام آپارتاید آفریقای جنوبی است. در نظام آپارتاید آفریقای جنوبی سفید پوستان هستیشون جامعه سیاه پوستان را زایل میکرد، یعنی یه سری مزایا به خاطر سفید پوستی داشتن که سیاه پوستان نداشتن. این معنای خشونت داره. خب و اما معنای فرهنگ خیلی ساده بخوام آن را هم بیان کنم این هست که فرهنگ عبارت است از آن چیزی که ما با استفاده از اون کدهایی را یاد میگیریم و نوع ارتباطمون رو با دیگران تنظیم میکنیم و این نوع ارتباط ما معنای خیلی متفاوتی در زمینه‌های مختلف داره، یعنی یه چیزی یک دستی نیست. مثلا فرهنگ به ما میگه که اگه شما بری خواستگاری عقد کنی، مراسم عروسی بگیری، شب زفاف بگیری و شب زفاف رابطه جنسی برقرار کنی، این یه چیز خوبه، این هیچ و اگر تو اون شب زفاف حتی اتفاقات خیلی بدی افتاده باشه و به یکی تعدی شده باشه، اون اسمش رابطه جنسیه و فرهنگ اون را میپذیره. اما اگر در دهات خودتون در فلان شهرستان دور افتاده باشین و بخواین با توافق همدیگه، با رضایت کامل همدیگه نوعی رابطه جنسی برقرار کنید که اون جامعه و اون کامیونیتی نمیپذیره، معنای فاحشگی بهش میده. واقعیت این هست که هر دو رابطه جنسیه، اما فرهنگ یکی را میپذیره حتی اگر به دگری تعدی شده باشه، ولی دگری را نمیپذیره حتی اگر دگری رضایت کامل داشته باشه. این نقش فرهنگ هست. در واقع فرهنگ یعنی آن چیزی که ما کدیابی میکنیم و با استفاده از اون کدیابی رابطمون رو با دیگران تنظیم میکنیم. و حالا بپردازیم به موضوع اصلی و آن این که آیا فرهنگ ایرانی بستر مناسبی برای خشونت هست؟ در درجه اول باید دو نوع خشونت رو از هم متمایز کنیم.
یکی خشونت واقعی و یونیورسالی که تقریبا تمام آحاد مردم آن را خشونت میبینن، مثل تعداد کشته های جنگ. شما میتونی برید درشون بیاری 500 نفر، 1000 نفر، 10,000 نفر کشته شدن، 5000 نفر زخمی شدن و اون را به اسم آمار ارائه بدی و یک چیز عینی هست که من به این بخش خشونت اصلا کاری ندارم، چون اصلا در حیطه ما کار ما هم نیست. من میخوام به اون بخش از خشونت بپردازم که فرهنگ آن را خشونت نمینامه، اما در واقعیت خشونت هست، یا در جهان مدرن آن را خشونت میتونیم ببینیم. نمونه خیلی سادهش حکم اعدام. حکم اعدام در هر شرایطی یک عمل خشونت آمیزه، ولی برای خیلی از ماها و خیلی از فرهنگ ها وقتی شما کسی را اعدام میکنید اجرای عدالت تفسیرش میکنن و اون آدما تفسیری که از حکم اعدام دارن تنها چیزی که توش نیست خشونت. من میخوام به این جنبه‌ای که فرهنگ اومده خشونت در رابطه ما را پنهان کرده و اسامی دیگه‌ای بهش داده بپردازم. برای همین اول از همه میخوام اولین و مهمترین ویژگی فرهنگ ایرانی را با شما در میان بذارم. این هست که فرهنگ ایرانی به شکل خیلی جالب و خیلی سیستماتیکی سلسله مراتبی، یعنی در طول تاریخ و تا امروز این فرهنگ دائم تلاش کرده آدما را بر اساس مذهبشون از هم جدا کنه، بر اساس جنسیتشون جدا کنه، بر اساس زبانشون جدا کنه و این جدا افتادگی که اتفاق افتاده چه در سطح کلام و چه در سطح خرد یک رابطه نابرابری را بین آدما شکل داده و وقتی رابطه نابرابر باشه عملا نتیجه از پیش مشخصه. یعنی شما به محض این که با کسی ازدواج میکنین به عنوان یک زن و اون شرایط ازدواج رو میپذیرین در قانون و عرف ایرانی، شما عملا خودتو خلع اصطلاح کردی در مقابل همسرت و دیگه رابطه برابری نداریم. یعنی حق حضانت ازت گرفته میشه، حق طلاق ازت گرفته میشه، حق مسافرت ازت گرفته میشه و تو در زیر سیطره دیگری تعریف میشی. و فرهنگ ما به طرز جالبی اینو مثلا یه جوری خشونت نمیبینه. حالا توضیح میدم چطور این کار رو میکنه. یک مثال خیلی سادهش این هست که فرهنگ سلسله مراتبی عاجز میکنه من را از شناخت دنیای دیگری و در فرهنگ سلسله مراتبی دائم تو باید مواظب باشی کدهایی را رعایت کنی که به دنیای دیگری تعدی نکنی و دیگری هم به دنیای تو تعدی نکنه. در واقع تو باید دائم مواظب باشی که اون از تو شناخت پیدا نکنه و تو هم ازش شناخت پیدا نکنه. به همین خاطر رابطه بین زن و مرد در جامعه ایران یک رابطه بحرانیه. یعنی شما به عنوان یک مرد خیلی راحت میتونی با همکارت مردت گفتگو کنی، چای بهش تعارف کنی، نمیدونم دعوتش کنی بیرون و خیلی رابطه خوبی داشته باشی بدون اینکه هیچ برداشت خاص و هیچ سوء نیتی داشته باشی. ولی همین بدون برداشت و همین عدم سوء نیت رو نمیتونی در ارتباطت با همکار زنت به اشتراک بذاری، چون رابطه شما برابر نیست و تو دائم باید مواظب باشی کدهایی را رعایت کنی که به دنیای اون تعدی نکنی و برعکسش هم خب صادقه، اونم به دنیای تو تعدی نکنه. یعنی اولین نتیجه فرهنگ سلسله مراتبی این هست که ما از شناخت دیگری عاجز میشیم، ما نمیتونیم وارد دنیای دیگری بشیم و چون نمیتونیم وارد دنیای دیگری بشیم همدلیمون هم نسبت به اونا خیلی کاهش پیدا میکنه. یعنی لازمه همدلی اینه که ما دیگری را بشناسیم، بتونیم خودمون رو در جای اون قرار بدیم، بعد میتونیم همدلی کنیم. به همین دلیل شما تو ایران روزانه اعدام میکنن، گولبر میکشن، سوختبر میکشن یا هرچی، ولی جامعه ککش گزیده نمیشه، چون اصلا تصور این که من در جای اون قرار دادم غیر ممکنه، چون در درجه اول فرهنگ سلسله مراتبیه و این فرهنگ سلسله مراتبی منو عاجز میکنه از شناخت دیگری و وقتی نتونم وارد دنیای دیگری بشم
همدلیم هم میاد پایین. به همین خاطر لوس مسئولیت میشه. هیچ کی یه جورای مسئول نیست و من با این لوس مسئولیتم یه جورای پاداش هم میگیرم از اینکه جهان به کتف چپمه یا دیگران به کتف چپم هستن. این عدم شناخت دنیای دیگری در ما از خانواده شروع میشه تا سطح کلان اجتماعی خودش هم میرسونه. یعنی احتمالا همه شما با این صحنه مواجه شدید که یک زن و مردی توی خیابون توی کوچه دارن دعوا میکنن و خشونت می‌ورزن، همدیگر را میزنن، یا یکی داره زیر دست و پای دیگری له میشه ولی مردم ساده از کنارش میگذرن. چون در خانواده ما که در درجه حال اونجا سلسله مراتبی هست دائم ما را بر حذر داشتن که دنیای دیگری را بشناسیم، یک زن را بشناسیم، یک مرد را بشناسیم. به همین دلیل وقتی این خشونت رو میبینیم، وقتی این دعواها را هم میبینیم، یک موضوع کاملا شخصی تفسیرش میکنیم و از کنار خیلی ساده میگذریم. حالا که ما در یک کانتکست فرهنگ سلسله مراتبی رشد میکنیم، شناخت نسبت به همدیگه پیدا نمیکنیم و به محض اینکه شناخت پیدا نمیکنیم مقدار همدلیمون یا اون درجه همدلیمون میاد پایین و بعدش لوس مسئولیت برامون میشه و همه اینها را نمیبینیم، به تبع اون خشونتی هم که در روابطمون با دیگران داریم و دیگران بر ما اعمال میکنن نمیبینیم. من یه مثال خیلی ساده بزنم. توی مصر یه قبیله وجود داره که در آن دخترانو ختنه میکنن و جالب تحقیقات انجام داده که خود این دختران حتی هم ختنه شدن و ناقص‌سازی جنسیشون رو به عنوان خشونت نمیبینن. یعنی چیز جالبیه. یعنی نه تنها دیگرانی که این خشونت رو اعمال میکنن، پدرانشون، برادرانشون، اونو اصلا خشونت نمیبینن، خود این دختران که از لذت جنسی تا حدی زیادی محروم شدن و ناقص‌سازی جنسی براشون اتفاق افتاده، خیلیشون اصلا خشونت اون را نمیبینن. و این نشون میده فرهنگ اینجا چه کلکی میزنه. در فرهنگ ایرانی هم به شکل‌های متفاوتی این برقرار. چند تا مثال میزنم که درکش برای شما ساده تر باشه. اگر شما به عنوان یک زن بخواین شوهرتون رو در یک عروسی محدود کنی و بگی با زنای دیگه نرقص، دست اونو نگیر، با اون گپ و گفت نداشته باش، نخند، اینجور چیزا، جامعه و کسانی که پیرامون تو هستن اون حس شما را حسادت تفسیر میکنن. ولی اگر همسر شما را محدود کنه که با اون نرقص، با این نخند، یا این نوع لباس و نپوش، جامعه و اون افرادی که پیرامون شما هستن اون عکت همسر شما را غیرت تفسیر میکنن. حالا تفاوت غیرت و حسادت چیه؟ غیرت چیز خوبیه، میشه در جامعه اعمالش کرد، میشه باهاش حتی تا اونجا پیش رفت که به خاطر اینکه من غیرت دارم و ناموس پرست هستم دیگری را از هستی ساقط کنم که نمونهش در قتل‌های ناموسی رخ میده. اما حسادت چیه؟ حسادت همون چیزیه که باید رفتار زنونه است، در کنج خونه نگهش داری یا زمانی که دور هم جمع شدین سبزی پاک میکنین اونجا بیانش کنین. حق نداره به عرصه اجتماعی بیاد. اما واقعیت روانشناختی هر دو یکیست. شما به عنوان یک زن و شما به عنوان یک مرد خواستین بگین پارتنر من باید به خواسته های من و به اون دنیایی که من در رابطم قرارداد بستیم عمل کنه. اما جامعه یک واژه های دیگه ای براش میسازه. اونو غیرت تفسیر میکنه، اون یکی را حسادت. غیرت چیز خوبیه، میاد در صحنه اجتماع، ولی حسادت در کنج خونه و مختص جنس ضعیف است. ولی واقعیت روانشناختی اون دو حس یکسانه. و نکته مهمی که وجود داره، اولین سنگرگاه خشونت زبانه. یعنی ما هیچ وقت اعدام نمی کنیم بعد تئوریزه کنیم. اول تئوریزه می کنیم، اول دادگاه تشکیل میدیم، اول در زبان اعدام می کنیم، بعد حکم اجرا می کنیم. به همین خاطره در کشورهای مسلمان برای
اینکه یک نفر رو اعدام کنن صدها جلسه اینا میذارن، ولی خب خود اعدام 30 ثانیه هم طول نمیکشه. در واقع آن چیزی که خشونت رو در درجه اول تولید میکنه واقعیت خود خشونت نیست، زبانه. یعنی وقتی من حس تو را حسادت مینامم، تو را ضعیفه مینامم، به من این اجازه را میده که تو را از بین ببرم یا تو را در کنج خونه نگه دارم. و زمانی که حس خودم و غیرت مینامم، حس خودم و نمیدونم دفاع مینامم، شرافت مینامم، بهم اجازه میده بیام در سطح اجتماع و اون را هم عملی کنم. نمونه دیگهش رابطه جنسی زورکیه. یعنی در فرهنگ ما مرد اگه بخواد رابطه جنسی زورکی با همسرش برقرار کنه، فرهنگ اسمشو میذاره تمکین و اصلا به خشونتش اشاره نمیکنه، یعنی به خود تجاوز جنسی اصلا اشاره ای نمیکنه، بلکه اسمشو میذاره تمکین و یه جورایی ماسمالیش میکنه و میره. یه نمونه دیگهش که این خوبه در محیط خانواده خودتون هم بهش توجه کنید، تربیت بچه هاست. یعنی زمانی که یک پدر یا یه مادر میخواد بچه‌شو تنبیه کنه، وقتی ازش میپرسن چرا این کارو کردی، میگه خب تربیتش کردم، ادبش کردم. ولی خشونتی که در اون تربیت هست یا در اون تنبیه هست را اصلا نمیبینه و با تربیت کردن ماسمالی میکنه. یا خود واژه ادب کردن، توجه کردین در زبان فارسی واژه ادب کردن مرز نداره، یعنی شما نمیدونی الان ادبش کردی تنبیه یا تشویقه، و خود این دو پهلو به کار بردنش به کسانی که در مقام قدرت بالاتر هستن این اجازه را میده که بچه‌شون رو مثلا مورد آزار جسمی قرار بدن یا مورد آزار روانی قرار بدن. اگر بخوام کمی عمیق‌تر نگاه کنیم به این مسئله و اندکی از خود محیط خانواده حتی فاصله بگیریم و برسیم به سطح اجتماع، که شاید در کشور ما خب خوشبختانه احتمالش تعدادش کمه، ولی ازدواج دختر بچه های 10-12 ساله است. شما وقتی یک دختر بچه 10-12 ساله را مثلا عقد میکنی برای یک مرد 20 ساله، 25 ساله، 30 ساله، هر چقدر، فارغ از این که این بچه چقدر از لحاظ جسمی رشد کرده، سینه داره، باسن داره، حتی نمیدونم نیاز جنسی شدید داره، همه اینها، اون هنوز یک بچه است. از لحاظ روانشناختی یک بچه 10-11 ساله هنوز به تفکر سوری، حتی 13-14 ساله به تفکر سوری نرسیده و اون مراحل اخلاقی کولبرگ رو حتی نتونسته طی کنه. به همین خاطر در هر شکلی اینو بخوای عقد دیگری در بیاری نوع خشونته. ولی جامعه چطور تصویر و تصورش میکنه؟ در واقع میاد میگه یا این سنت نبویه، اگه شیعه باشه میگه این سنت نبوی علویه، هرچی. با این واژه ها اصلا تنها چیزی که توش بحث نمیشه خود خشونت است، در حالی که واقعیت اینه که شما اگه در زمان اکنون و در این جامعه که ما الان هستیم در سال 1404 شما یک بچه 10-12 ساله فارغ از این که پسر یا دختر به عقد دیگری در بیاری نوع خشونت مرتکب شدی. حالا بخوای بگی سنت کیه اله بله جیم بله، نه، این نوعی خشونت. ولی یک سری روایت ها دست میزنه به یک سری دستاویز ها برای اینکه این خشونت رو لاپوشونی کنه. حالا در یه بخشش میاد مثلا با مفاهیم مذهبی اینو تفسیر میکنه، در یه بخش دیگه میکنه از یک سری مفاهیم دیگه بهره ببره، ولی چیزی از واقعیت خشونت کاسته نشد. حالا ممکنه شما سوال بپرسید اگر این فرهنگ ما اینقدر پاتولوژیک و آسیبزاست چطور تا الان دوام داشته و هنوز مثلا در جریان هست؟ یا سوال بپرسید آقا ما غزالی داشتیم، ما فردوسی داریم، نمیدونم ما رازی داریم، نمیدونم هر کی، اون کسانی که شما میشناسی، و اینها همش ثمره این فرهنگ هستن و این نشون میده اگه فرهنگ ما فرهنگ خشونت یا اینجور چیزایی بود نمیتونست اینا رشد کنه. در واقع شما به فراورده های فرهنگی میپردازید.
هر فرهنگی میتونه یه سری چیزای خوبه یه سری چیزای بد داشته باشه. نمیدونم غزالی و مولانا و اینایی که شما اسم میبرین اینا فراورده های فرهنگ هستن، ربطی به ساختار فرهنگ نداره. من دارم راجع به ساختار فرهنگ حرف میزنم. این ساختار یک منطقی داره، همچنان که توضیح دادم. تجاوز جنسی را تمکین اسمشو میذاره، تعدی به حقوق بچه‌ش رو تربیت اسمشو میذاره، رابطه جنسی، رابطه عاطفی نابرابر رو با همسر و پارتنرش غیرت و حسادت اسمشو میذاره و این ساختار حالا به شکل‌های مختلف دیگه ادامه پیدا میکنه و این ساختار وجود داره و ربطی به فرآورده‌های فرهنگی نداره. و به طرز جالبی مثلا کسانی که شما ازشون به عنوان فرآورده‌های فرهنگی یاد میکنی مثل مولانا و اینا اتفاقا خیلیاشون این ساختار فرهنگی را ارج نهادن. مثلا مولانا کسی هست که خب به شدت زن ستیز هست و نشون میده که چقدر پیرو اون ساختار فرهنگی که اون زمان بوده هست، یا خیلی کسانی دیگه‌ای که میشناسید. منظور ساختاره و این ساختار یک منطقی داره، نه یک منطق 2 تا 4 تا ریاضی که هیچ جا ازش تخطی نشه، ولی کم و بیش از یک منطق اینچنینی برخوردار هست و این باعث باز تولیدش میشه، نه فراورده ها. یعنی شما فردا برید 5 تا سلبریتی هم بیارید، 5 تا نمیدونم به اصطلاح خودشون چهره معروف هم بیارید و یا هنرمند بیارید و یا روشنفکر بیاد بگه من با همسرم رابطم اینه یا اینا را تقبیح کنه و یه چیز جدیدی مثلا بخواد بسازه، چون فقط خودشو داره ابراز میکنه و نمیتونه روی این ساختار تأثیر بذاره، چیزی عوض نخواهد شد و این ساختار به شکل‌های مختلفی خودشو باز تولید میکنه. و سوال دیگه‌ای که ممکنه برای شما سوال بشه اینه که خب این فرهنگ پاتولوژیک چطور خود ادامه داده؟ در واقع مسئله اصلی همینجاست که چطور یک فرهنگی که آسیبزاست و در خدمت رشد و نمو ما نیست چطور تا الان ادامه پیدا میکنه و احتمالاً در آینده هم ادامه پیدا کنه. کلکی که این فرهنگ به ما زده همینه، یعنی این فرهنگ در 2 جا ما را تنبیه میکنه، در 5 جا 3 جا 6 جا ما را تشویق میکنه. یعنی من ممکنه به عنوان یک مرد خودم قربانی تفکر سیاسیم باشم، خودم به عنوان یک مرد قربانی جامعه سلسله مراتبیم باشم، اما در داخل خانواده خودم بتونم خشونت بورزم بزنم و با استفاده از خشونت و با استفاده از این فرهنگی که درست کرده، این واژه‌هایی که پنهان کرده در قالب غیرت و حسادت و شرافت و تربیت، بتونم به خواستم برسم و همسرم و پارتنرم رو سرکوب کنم، به عنوان یک زن بتونم نسبت به بچم تعدی کنم، تجاوز کنم، تنبیهش کنم و اونجا با استفاده از واژه‌هایی که بازم این فرهنگ ساخته بتونم حرفمو به کرسی بنشونم و اون ساختاری که در این فرهنگ جریان داره من نقش برتر رو بگیرم و اون بچم نقش ضعیفتر رو بگیره و اینجور به خواستم برسم. در واقع در این فرهنگ سلسله مراتبی و در این فرهنگی خشونت و در روابط وجود داره ولی به عنوان خشونت نمیشناسه، همه ما به یه جوری پاداش میگیریم و همزمان ما هم در نقش جلادیم هم در نقش قربانی. یعنی من به عنوان یک زن دگر جنسگرا، به خاطر اینکه دگر جنسگرایی را این فرهنگ تایید میکنه و تشویق میکنه به من پاداش میده، ولی همزمان در نقش زن قربانی شوهرم هم، قربانی فرهنگم هم، قربانی قانون هستم و کلکی که این فرهنگ میزنه و رمز ماندگاریش همینه. 2 جا ما را تنبیه میکنه، 3 جا ما را تنبیه میکنه، 2 جا ما را تشویق میکنه، 3 جا ما را تنبیه میکنه و این رمز ماندگاریش. و نقش جلاد و قربانی را همزمان در وجود همه ما به یادگار گذاشته. شاید واژه‌ای که به کار میبرم اندکی
یا خیلی روانکاوانه به نظر برسه، اما فرهنگ ما همزمان سادومازوخیستیه و این سادومازوخیستی یک ارضایی را در وجود ما انگار به وجود میاره که هم ظلم بکنم هم مورد ظلم واقع بشم و این یر به یر میشه. در واقع آنچه من در این 25 دقیقه به عنوان خشونت پنهان در فرهنگ در موردش حرف زدم، انگار اون بخش ناهوشیار جمعی خشونت در فرهنگ ماست و گزاف نگفته ایم اگر بگوییم تمام آن چیزی را که تحریف کردیم، تغییر دادیم و نخواستیم به عنوان خشونت بپذیریمش، آن را آوردیم در قانون اساسی و قانونیش کردیم. یعنی شما اگر به قانون این 100 سال کشور خود ما نگاه کنید، روح این قانون تبعیضه. روح این قانون اینه که همه ما را تیکه پاره کنه، شیعه را از سنی، مسلمان و از غیر مسلمان، زن و از مرد، همجنسگرا را از دیگر جنسگرا و یا قیم و نقش صغیر. یعنی پر این قانون ما تبعیض هست و این چیزی نیست که از آسمان نازل شده باشه، بلکه چیزی هست که در ناهوشیار جمعی ما وجود داشته و متاسفانه ما رفتیم آن را قانونی کردیم. خیلی خوب، امیدوارم این مطلب کنجکاویتون رو برانگیزانده باشه و روزهای بهتری براتون آرزومندم.